مشکل در اینجاست که ما از چند مسئله در هراس داریم، در حالی که طرف دیگه شان نگاه کنیم همین هراسی که امروز ما در مخالفت میبینیم، بعضی ها با اشاره که با طرز از بچه‌هایی که چهره آشکار میکنن میگه در راه مبارزه میبرایند، جان رو در خطر میگذارن، میترسن و یا اینکه اشاره میکنن که نباید این کارا کرد. باید یک نکته را ذکر کرد، دید که ما امروز از خطر میگریزیم ولی در خطر هستیم. یعنی ملت ما امروز خودش در خطر است، دیگه گریز فرار که نداره. یا این که میاد در صف مخالفت میشینی، مبارزه میبری، یا پیروز میشی، زندان میشی، کشته میشی، و یا این که مثلا مثل اونی که میبرن در جنگ اوکراین طرف به قتل میرسون. امروز زیاده از 1000 نفر در جنگ اوکراین از طرف تاجیکستان، یعنی در با پشتیبانی از روسیه میروند میجنگن، ولی با از طرف اوکراین در مقابل روسیه میجنگن. زیاده از 5 تا 6 هزار در جنگ سوریه و عراق کشته شد. 10 نفر دیگهش در این و این تروریست ها در این طرف میسن، در کراکوس سیتی و طرف در افغانستان، طرف در ایران، در هر جا، در آلمان، در عملهای تروریستی با گناههای گوناگون کشته شده. پس خطر در وجود ملت تاجیک و مردم تاجیک موجود است. امروز اگر ما حساب کنیم هر ساعت، هر ثانیه ما یک تاجیک در روسیه یا زندان می شود با بهانه ها و اتهام های بافته که می بافن شو. مثلا میارن یک سفیدی را میپرتوین، میبرن زندان میکنن، یک کار دیگه میکنن، میبرن تر اتهام میکنن، میبرن زندان میکنن. و یا اینه که زیر تحقیر، شکنجه فاشیستا قرار میگیرن، دپورتاسیون کرده میشن، میرن تاجیکستان در بیکاری، و یا اینه که در همون داخل روسیه کشته میشن هر ثانیه. پس خطر نه تنها در این است که تو میره در تاجیکستان شرفمندانه به خاطر ناموس ملت وطنت حد امکان پیش وجدانت بداری که به خاطر آزادی ملت و آزادی وطن برآمدی و تو را بردن زندان کردن. شاید این بخشاش هم مردم در نظر نمیگیره، این نکته ها را و این ارگومنت ها را نگاه نمیکنه. او طرفی که بله میروند زندان میشوند، این شکی نیست که بله قربانی است، ولی باید طرف دیگه شان نگاه کرد که ملت بدون اونم به هر راه و بهانه برده زندان و کشته شدیانش. پس در این راه مقدس و شرفمندانه برای زندان شد بهتر نیست؟ همونطور که برادر خودت او رو صحبت کرده که برادر من بارها میگنش که بیا گناه تا یعنی چی که بخشش بپرس، در مقابل این مخالفه هر زن ما میبخشیم، زندان آزادت نکنیم. من هیچ وقت از راهم پشیمون نیستم و هیچ وقت بخشش نمیپرسم. این معنای چی را داره؟ او پیش وجدانش، پیش شرافتش چیکار کرده است؟ قانع است، مطمئن است که هیچ خیانتی نه به خدا کرده است، نه به رسول کرده است، نه به ملت تاجیک کرده است، نه به وطنش کرده است. پس شرفمندانه زندان رو انتخاب کرده است و شرفمندانه در اوج میسته و ذلت را نمیپذیره. فکر کن همین کسی که امروز میاد در روسیه به بهانه های گوناگون میبرن زندانش میکنن، آیا همین وجدانش عذابش نمیتیه که چرا من امروز زندانم؟ به خاطر چی در روسیه من زندانم؟ یا این کسی میره در جنگ اوکراین کشته میشه، آیا این شهید میشه؟ نزد پروردگار فردا جواب نمیده. برای همین ملت تاجیک که در همین جنگ اوکراین و روسیه هیچ دخالتی نداره، ربطی نداره، در اینجا گناه نمیگیره، پیش وجدانش عذاب نمیکشه؟ اگر زنده هم باشه اون اونجا رفته میگه مادرش عذاب نمیکشه که فرزندم شاید امروز بمیره، فردا بمیره، پدر فرزنداش، زنش، نزدیکاش اذیت نمیکشن؟ پس ملت ما الکه در یک وقت حالت جنگی قرار داره. این نقطه را باید در نظر نگیری، باید برآمد مبارزه را پیش برد. امروز فردا ما خودت پیر میشیم دیگه، ما اوت برای سنگر رفتن نیستیم. پس جوانی نباشد که نبراید برای سنگر آماده نباشد، پس کی میره و این انقلاب میکنه؟ بله، کی میاد قربانی میکنه؟ من و تو الکه بس این چیل میدرویم امروز فردا دیگه دویده نمیتوانیم. ما از 23 سالگی ما در این راه برآمدیم. او زمان جرأت و جسارت و توانایی قوی بود، میتونستیم میره در جنگ. باز علیها هر سال سینما میره امروز فردا و چیل میدرویم و 10 سال بعد 50. ما در کدام سنگر به کار میریم؟ پس سنگر این نسل جوان و نیرومند با بازوی تاجیکی قوی اسلامی برمیخزه میره و انقلاب میکنه.
پس نباید از چهره‌ها ترسید، نباید از برآمدن راهی مبارزه ترسید، نباید از ریسک کردن و از خطر کردن ترسید. اگر همین روز در تاجیکستان یک ظالمی که میبروید یک خواهر مسلمانی تو رو اذیت میکنه، اگر تو جسارت پیدا کردی همون را لطکوب کردی 100 سال زندان میکنن. شرفمندترین مردم میرن 100 سال زندان میشینن. میرم میشینم زندان، مشکل نداره. بگذار چهره ما آشکار میکنن، خائن میگن، مشرک میگن، نمیفهم، هزار اتهام بزنن، ولی من نزد وجدانم، نزد دینم، نزد ملتم، نزد خواهر مسلمان تاجیکم افتخار میکنم که به خاطر این بردم و مرا زندان کردم. این افتخار است. آیا من همین یک نفر را جزا دادم؟ آیا فکر کردی نفر دیگه جسارت میکنه این کارا میکنه؟ من اگر فردا انقلاب کردم دست اون نفر را که با این همین سید مکرم حمله کرد دستش میبوسم، دستش میبوسم. او قهرمان است. موفق شید نشید فرق نمیکند. همینه که برخواست به سید مکرم، به یک کثیف‌ترین انسان در تاجیکستان حمله کرد، این شرفمندانه بود و تاجیکانه بود. این هزارها فتوا برآورده است در مقابل همین ملت و همین دین، همین کشور. این شرفمندی است. این را جوانمرد میتونه بکنه، این را یک زن صفت نمیتونه بکنه، این را در پشت پرده بجا شده نمیشود کرد. این را باید جسارت مردانگی و چی را پیدا کرد که برآمد این کار را انجام داد. پس نباید از زندان، از مردن، از شکنجه، نمیفهمم، از این اون ترسید. باید برآمد صحبت کرد، باید برآمد مبارزه بود، باید برآمد نقشه ها را گفت که باید چیکار بکنیم. ما با برنامه های داریم، خود مبارزه، ما خودمون میترسونیم مردم که نبراید که شما رو برن زندان میکنن، نبراید. خب از زندان چرا باید بترسم؟ مشاهد برادرت در زندان است دیگر. سهراب ظفر 30 سال زندان شد، نمیدونی زندان شد. در روز دادگاهش به مادرش گفت که مادرم غم نخور، پروا نکن، من نه خیانت کردم، نه دزدی کردم، نه یگان تجاوز کردم کسی را، نه قانونی را شکستم، نه به وطن نه به ملتم خیانت کردم. گفت کسی در پشتت نیست. از گفت مادر غم پروایی نکن، بگذار کسی پشتی منم نباشد، ولی وجدانی من پشتی من هست، خدای من پشتی من هست. این برای من کافی است. یعنی اینا میگن شرفمندانه مبارزه بردن، اینا میگن شرفمندانه در راه ایستادن، اینا میگن شرفمندانه برای آزادی و آبادی وطن جنگیدن. خب وقتی خود جنگ میبرای چگونه مردم باید بترسونی؟ در جنگ دیگران رو میگو جنگ نیا. خب جنگ شهادت میخواهد دیگه. تو در جنگی دیگر را دعوت میکنی که برادر جنگ نیا که در اینجا خطر داره. خب تو چگونه مجاهد مبارزی؟ چرا دعوت میکنی؟ پس چرا مردم میترسانی؟ درست. نباید انسان ها را ترسان. جنگ جای ترس ندارد. اگر که جنگ نمیخوای نیا دیگه. این جنگ از جنگ امروزه همین است که میبروی میزنی، مبارزه میبری، یک پدر سوخته مثل سید مکرم جزا میدی. همین جنگ از خودش عین حال مبارزه از همین طور آغاز میشود. باز 10 نفر و مثل این همین مبارزه که برآمد سید مکرم یا شپات زد، ترساند، وحشت در داخلش جاری کرد، 10 دانه دیگه مثل این همین شیرمرد باشه، این همین بازوی تاجیکیش مثل همین باز کنه، مطمئن باش که در تاجیکستان دیگر کسی جسارت نمیکند بالای یک خواهر تاجیک، بالای یک ریشدار، بالای یک ارزش ها چیکار کند؟ اتهام بزند، حرب بزند، یا که برای در داخل مسجد حقارت بکند به ناموسی تاجیکستانی و ارزش های او. مطمئن باشید این کارو نمیکند. پس مشکلی ما در همین جه هست که ما توانایی جزا دادن همین اشخاص. ببینید در چچنستان امروز چه اتفاقی میفته. کوچکترین انسان همین قادرو یک دیکتاتور است، ولی وقتی که با ملتش کسی که یک کار میکنه قربانی میتی، از 100 نفر روان میکنه که برای امر جزا بتی، میره 100 سال دیگه زندان میشنه، در همون زندانا میشنه، به تاونه کمکش میکنه، میبره روشن تونه در همون زندان 6 است. ولی ملت چه دفاع میکنه کو؟ ناموس خواهرش دفاع میکنه کو؟ کدام چچنی در روسیه امروز روسا میبرن اینقدر اذیتش میکنن، میزنن کوبشن، او رو به جوابگری نمیکشن.
اول قادر ملت خودش 2 میلیون 2 میلیون 10 میلیون تاجیکیم در تاجیکستان. آخه ما امروز در برنامه برمدیم از چی حرف میزنیم؟ نه بروی که جنگ نکنه که در اینجا خطر وجود داره. خب ترس است دیگه. آخه ما مردم خب بیاد بس کنیم مگه بریم دیگه هممون مورم چهره را بجا کنیم. آخه بکش ویدیو دا به ویدیو گپ زنیم مگه. تمامی پهلوهای مسئله هایی را که صحبت میکنیم باید طرف های مثبت و منفیشون در نظر بگیریم. ارگومنت ها را باید بیاریم در موبایل و بسنجیم که وزن کدامش بالاتر است. وقتی در جنگی باید جنگید، باید مبارزه بود. آخه در جنگ رفتی شمشیر که نکشتی میزنن گردن تا میبرن. جنگ رفتی میجنگی. بله. به همین اساس من خواهش میکنم که وقتی که نقاط را ذکر میکنید اول یک سنجش و تحلیل بگذارونید که همین حرف من میزنم آیا ضرر دارد به ملت بر روند مبارزه بر رسیدن به همین انقلاب یا که نه. آیا فایده من از ضررم بالاتر است یا کمتر؟ آیا نفع من برای مبارزه بیشتر است یا کمتر؟ اینا را پهلوهاشو باید سنجید. بدون سنجش بر آمدن این نقاط رو زدن این ترساندن مردم است. خب بگیم که بگذار که مردم نبروین بچه‌ره. آخه همین مردم بیچاره چیکار کردن تو در طول 10 سال؟ کجا شدن؟ کدامش تو میشناسی؟ من میشناسم همین بیچاره را. کدام کاری عملی در طول 10 سال کردن؟ در طول 10 سال مادری تا عذاب بکشه، پدری تا عذاب بکشه، مادری ما عذاب بکشه، پدری ما عذاب بکشه، تمام نزدیکای ما تا عذاب بکشن، در خارج در غربت بگردیم، اذیت بکشیم، هر روز استرس بشیم، ولی همون پشت پرده در کجا انوخی؟ چرا یک کسی که امروز خونه تو میروه مادری تو اذیت میکنه، مادری پیرتن نوار میگیره، در ابرو و در شان شرفش در چی میبره که بگه که بچه من آق کردم دیگه نیایم همین بچه من یا که بیاد نیایم من تو آق کردم، چرا نروه همین کسی که به همین کار چی میکنه همون را جزا نتیه؟ پس همون آدمی پشت پرده دروغ است. اوخی نیست. اوخی بدن نبدنش معلوم نیست.